10 اپریل رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه ولامتزاده ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی بینای نوبنیاد خوشطرح و زمانوی ناظرات انداز ناحیه شاه منصور را به استفاده دادند. اطلاع داده شد که بینای نوی معاصر که از 5 آشیانه و تهخانه عبارت است دارای 33 حجره کاری بوده، در آن برای زیاده از 110 نفر جای کاری فراهم آورده شده است. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز با اشتراک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بینای نوی ناظرات انداز در ناحیه شاه منصور افتتاح گردید. جواباً به این غمخواری ها ما کارمندان ناظرات انداز کوشش به خرج میدیم که سطح و صفت خدمت رسانی را به شهروندان خوب به راه مانده. من بعد جهت رقمی کنونی ساحه همزمان ماموری کنونی انداز کوشش به خرج دهیم. ضمناً یادآور میشویم که با دستگیری های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقامات انداز در سمت رقمی کنونی و ماموری کنونی انداز یک قطار کارها را به انجام رساندند. در عین زمان در مقامات انداز زیاده از 50 مدل خدمت رسانی الکترونی فعال می باشد که اندازپرندگان توسط مدل های مذکور شروع از به حسابگیری، به قیدگیری، پیشنهاد اعلامیه های اندازی و دیگر خدمت رسانی های اندازی را توسط مدل های مذکور به تشریف آوردن به مقامات انداز انجام داده ایستادند که این باعث صرفه وقت و پیشگیری تاثیر عامل‌های انسانی مساعدت می‌نماید. این شد همچنین دارای مجلسگاه با 120 جای نشست و 3 تالار دیگر برای گذرانیدن سمینار و مشورت‌ها و دیگر کارهای ضروری میباشد که همه با لوازمات زمانوی جهازانیده شده است. امروز برای ما بانوان و جوانان باعث افتخار است که با تشبث بواسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای ناظرات انداز ناحیه شاه منصور چنین بینای نو و زمانوی و با تکنولوژی‌های جهانی افتتاح گردید. شرایط‌های معاصر زمانوی برای ما دختران در مرکز شهر دوشنبه فراهم آورده شده است. این ما را وادار می‌سازد که برای باز هم خوبتر و بهتر فعالیت نمودن در سمت اجرای وظیفه‌های خدمتی کوشش و غیرت‌های خود را دریغ نداریم. جواباً به همه این غمخوری‌ها برای پیشرفت و آبادی کشور عزیزمان و پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه ذره هم باشد سهمی با سزای خود را میگذاریم. در آشیانه یکمی بینا تالاری علاهیده برای خدمت رسانی به شهروندان و اندازسپارندگان آماده کرده شده است. در ترمینال مذکور صاحبکاران امکان دارند رایگان از شبکه اینترنت استفاده کرده اعلامیه های خود را به طریق الکترونی پیشنهاد نمایند. امروز 45 نمود خدمت رسانی های مقامات انداز در شکل الکترونی انجام داده می شود. با مقصد به شهروندان و اندازسپارندگان آسان نمودن اجرای عهدهداری های انداز در آشیانه یکمی بینا جهت قبول مبلغ اندازها نقطه خدمت رسانی امانت بانک گشوده شده است. باعث افتخار است که امروز با اشتراک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بینای نوی ناظرات انداز در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه افتتاح کرده شد. بینای نوی ناظرات انداز در ناحیه شاه منصور با تمام شرایط‌های معاصر کاری، با اتاق‌های نوی زمانوی، با همه تجهیزات‌های معاصر و زمانوی مجهز گردانیده شده است. امیدوار هستیم که بینای مذکور سالیان دراز برای اندازپرندگان حدود شهر دوشنبه برای بلند برداشتن فرهنگ اندازپاری اندازپرندگان بهتر نمودن خدمت رسانی‌ها با اندازپرندگان خدمت برساند. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور سال 2023 آغاز گردیده با جلب 65 بیناکار محلی و استفاده از مصالح وطنی ساختمانی انجام داده شده است. انشاءات زمانوی در دایره استقبال سزاوار از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی در مهلت معین و جوابگو به استانداردهای بین المللی بنیاد یافته گرد و اطراف آن در مساحت 474 متر مربع سبزکاری شده است.